بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. برادران گرامی، درسای عقیده را گوش کنید، بهره برید که انسانی که عقیده را نمیداند، نه برای او نماز و نه برای او ذکر فایده دارد. انسان باید الله بشناسد. شناختن الله با خواندن درباره الله می شود، درباره الوهیتش، درباره پروردگاریش، درباره صفاتها و نامهایش. وقتی که تو الله که چقدری که دربارش میخوانی و میدانی، همون قدر تو الله دوست میداری. برای همین برادرای گرامی، درس عقیده و توحید این اله شناسی است. الله باید بشناسی، عقیده را باید بدانی، توحید باید بدانی که همه عملهات برباد نروند. امروز باز بعضی از ذکرهایی که آمده است، ذکرهای صبح و شام برای شما پیشکش میکنیم. ذکرهای دیگری که صبح و شام گفته می شود، این نامش سید الاستغفار است. سید استغفار به معنای که خیلی والا مقام است. همین ذکر که همین استغفاری که انسان میکند، برای همین ذکر سید استغفار نام گذاشته اند. این حدیث از راویش شداد ابن اوس در صحیح بخاری آمده است. حدیث صحیح است، رقمش 6306 که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. این همین ذکر است، همین استغفار است. خیلی استغفاری بزرگی هست. من خواندم که شما تلفظ درستش کنید. پس میگوید که کسی که همین ذکر، همین استغفار در روزانه میگوید و یقین دارد به الله و به تأثیر همین ذکر یقین دارد، پس اگر در همون روز وفات کرد پیش از آن که شام شود، او از اهل بهشت است. و کسی که از شب میگوید، بعد شام میگوید، یا که پیش از شام میگوید، یا که در وقت شام میگوید و یقین دارد، پس پیش از آن که صبح شود و وفات کند، پس او از اهل بهشت است. پس بینید که چقدر ذکری بزرگی هست، استغفاری بزرگی هست. این در عموم معنای استغفار دارد، معنای اعتراف به گناه دارد که انسان گناهگار است و اعتراف میکند به گناهاش. خود شرح میتیم. پس برادرای گرامی، معنا دارد که او از اهل بهشت است، نه اینکه هر یک انسانی که وای شرک و کفر میکند وارد بهشت میشود. نه، انسان باید عقیده داند. انسان باید عقیده را داند که نماز و ذکر و دعاش درست شود، قبول شود. پس همین یک بار پگاهی، یک بار بیگاهی میگویی. من چندین بار تکرار کردم که همین به تاجیکیش برادرها در کامنتاریو میگذارنش. همین درس اول گوش کنید تا آخره، بعد همون فهمید که همین ذکر برای چی گفته می شود و چند بار گفته می شود و چی فایده ای دارد. بعد به همون تاجیکی ازیادش کنید و تکرار کنید هر روز. به فایده خودتان است برادرای گرامی. الله عز و جل رحیم است، مهربان است به بنده هاش، غفور است، بخشاینده است برای گناهاشان. و برای مسلمان باید چیکار کند؟ حرصمند باشد که طلب کند رحمت الله، مهربانی الله طلب کند و مداومت کند به همین استغفار. در این حدیث بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بهترین صیغه های استغفار، بهترین نمودهای استغفار و محبوب ترش به سوی الله متعال. همین استغفار محبوب تر است، خیلی پسند است برای الله و در ثواب بیشتر است و در قبول شدن نزدیکتر است به قبول شدن. پس خبر میدهد برای ما صلی الله علیه و سلم که این سید استغفار است. سید استغفار چی معنی دارد؟ ای بهترین صیغه استغفار است، بهترین نمود استغفار است و انسانی که نمیگوید بیشتر ثواب میگیرد. برای چی باز سید جناب گفتن می شود؟ برای آنه که ذکری هست که در برگیننده معناهای کلی توبه را در بر میگیرد. یعنی بسیار معناهای زیبای از توبه را در بر میگیرد. وقتی که شرح میتیم میفهمید که چخیل زیبا هست، چخیل انسانی مسلمان خود را پست میگیرد، خاکسار میگیرد به الله. و انسانی مسلمان وقتی که میگوید که اللهم انت ربی
لا اله الا انت خلقتنی اللهم انت ربی، ای الله تو پروردگاری منی. تصور میکنید این چی است؟ این اقرار است که تو ای بنده مسلمان الله یگانه میشماری، یگانه میدانی، تو پروردگاری من هستی. تو اقرار میکنی، اقرار زبانی و اقراری در دل و به اعضای بدنت اقرار میکنی که تو پروردگاری منی، تو ای الله بزرگ پروردگاری من هستی. لا اله الا انت خلقتنی. بین اقرار چه خیلی انسان اقرار میکند نیست معبود بر حق شایسته عبادت مگر تو مرا آفریده ای. پس در اینجا یکمش اللهم انت ربی در بر میگیرد چی؟ در بر میگیرد که تو پروردگاری منی، تنها تو پروردگاری، غیر تو هیچ پروردگاری دیگر نیست. لا اله الا انت این اقرار به الوهیت است. خلقتنی باز در اینجا چی؟ تو اقرار میکنی که الله متعال تنهاست در ربوبیتش و تنهاست در الوهیتش. ربوبیت ای تنهاست در چی؟ در تدبیر، در اداره کردن کون. در چیست؟ آفریدن تنهاست. در رزق تنهاست، هیچ کس غیر الله رزق نمیدهد. پس تنهاست در چی؟ در ربوبیت و الوهیت، به خلق، به آفرینش. پس باز اقرار بکند که انسانی مسلمان که او فروتن است به عبودیت و پرستش الله، فروتن است، تن میدهد. پس باز میگوید که و انا عبدک خلقتنی، مر آفریده ای، و انا عبدک من بنده تو ام. اینم اقرار است، من بنده تو ام. این از چی است؟ از تمام و کمال عبودیت و پرستش برای الله. پس باز میگوید که چی؟ و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت. این چی است؟ این که تو الزام میدانی برای خود به عهدی که الله از تو گرفته است، عهد و پیمانی که الله از تو گرفته است. به چی؟ به ملتزم بدن توحید، که تو باید ملتزم باشی، فروتن باشی به توحید و به شریعت. هم از جانب امری که کرده است باید ملتزم باشی و هم از جانب نهی کرده است، منع کرده است. چیزی که امر کرده است انجام میدی، چیزی که نهی کرده است دوری میجویی. تو عهد و پیمان میدهی. و انا علی عهدک، من به همون عهد و پیمانی که بر تو داده ام و همون وعده که دادم از ایمان به تو، وعده دادم که من به تو ایمان میبیارم. ببینید چه خیلی کلمه های همچون از خاکساری است، خاری و ذلیلی و اخلاص طاعت برای توست و در طاعتم اخلاص برای تو میکنم. در اینجا چی گفت؟ من به همون عهد و پیمانی که به تو داده ام و همون وعده که به تو داده ام چه قدری که میتوانم. ببین همینجا مقید است به قدرت و توانایی، یعنی چه قدری که من میتوانم وابسته به همون قدرت و تواناییم، همون عهد و پیمان و همون وعده را انجام میدهم. و در اینجا باز چی؟ همچون اقرار است از تو که تو ضعیف و ناتوان هستی. تو به حاجت داری و نیاز داری به چی؟ به توفیق مولات، به توفیق پروردگارت. و برای همین باز میگوید که چی؟ باز میگویی که اعوذ بک من شر ما صنعت، پناه میطلبم، حمایت میجویم به سوی تو از چی؟ از بدی آن چیزی که انجام داده ام، آن چیزی که کرده ام. و مراد و مقصد در این چی است؟ یعنی پناه میبری به الله از چی؟ از عذابی که مترتب است به همون گناهان و به همون نافرمان روایی هایی که انسان به چی میبرد؟ به هلاکت در روز قیامت. از همون تو به الله پناه میبری، از اون کارهای کرده ای، همون گناههای کرده ای، همون نافرمان روایی کرده ای و تو را به چی میبرن؟ به عذاب، به هلاکت روز قیامت. تو پناه میبری به الله از همون عملات که تو را به دوزخ نبرند. و ابوء لک بنعمتک علی، این بهترین دعاست. و ابوء لک ای اعتراف میکنم، اعتراف زبانی و قلبی میکنم برای تو ای پروردگارم. اعتراف میکنم که تو به من نعمت داده ای، که نعمتهای تو مرا فرا گرفته است. من اعتراف میکنم که همه آن چیزی که هست من هستم همش نعمتهای تو اند و مرا فرا گرفتند از همه جهت. نعمتها بسیارم برادرای گرامی، نیک انسان اون نعمتها را حس نمیکند. برای همین نعمت دیدن، مثلا بینایی، گپ زدن. یک انسانی هست که نابیناست، نمیبیند، تو میبینی. یک انسانی هست که گپ زدن نمیتواند، تو گپ میزنی. یک انسانی هست که مزه را نمیفهمد، تو میفهمی. یک انسانی هست که نمیشنود، تو میشنوی. همه اینا نعمت هستند. وقتی که نعمت گم کردی، از دستت رفت، در روح حالت میفهمی که تو قدر همون نعمت. این نعمت های اصلا دل نعمت است، دست و پا نعمت هستند، دیگران ندارند شاید. و ابوء لک بذنبی
فاغفر لی. این دیم یکم اعتراف به نعمت، دیم اعتراف که چی؟ تو گناهگار هستی، به همون گناهات تو اعتراف میکنی به الله. پس میگویی که وقتی که اعتراف کنی که من گناه کردم، میگویی که چی؟ فاغفر لی، مرا بیامرز، گناههای مرا مغفرت کن، بیامرز، ببخش مرا. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، پس هیچ کس گناه ها را نمی بخشد مگر تو، بخشنده گناه غیر تو هیچ کسی نیست ای پروردگارم. پس بینید که اقرار میکند به همون گناه، پس باز میگوید که بخشنده همون گناه های من هیچ کس نیست غیر تو. پس انسان وقتی که همین سخنها را که میزند به الله، آیا سخنهای خوب نیستند؟ آیا الله پسند نمیاد این سخنات؟ تو اقرار میکنی و اعتراف میکنی که بخشنده گناه هیچ کس نیست مگر الله. این تو اثبات میکنی که کمال پادشاهی و ملک و دارایی برای الله هست. برای همین تو پناه میبری از هم کارهای بدی که میکنی. پس وقتی که انسان همین میگوید و یقین دارد به همین سخنایی که میزند، یقین دارد، نه اینکه در هوا میگویی، مثل که بعضی انسانایی که ذکر میکنن مثلا اجوی سبحان الله بگد، نمیفهمی چی میگه، خودش نمیفهمه چی میگه، اصلا حسابش میکند تمام. نه، تو وقتی که ذکر میگویی معنای همون ذکر باید فهمی، معنای همون ذکر باید لذت چه ببری، معنای ذکر باید به دلت بگذرانی به زبان. وقتی که از دلت که آمد به زبان که براوردیش، در اون حالت تو حس میکنی، تو احساس همون ذکر باید بکنی، احساس لذت همونه که وقتی که اعتراف میکنی، اقرار میکنی، همون را باید بفهمی. تو وقتی که میگوی سبحان الله، پاک است الله، تو باید احساس کنی که الله از همه نقص و کمبودی پاک است، از همه فرزند و از همه چیز پاک است. تو باید اینو حس کنی. تو وقتی که میگوی استغفر الله، تو طلب مغفرت میکنی از الله. تو باید هر یک گناهی کرده داود بیاری که از همون گناهات تو مغفرت میکنی. همینا رو باید حس کنی. ذکر نیست که تو در هوا بگویی. نه، برای چی میگه؟ کسی که یقین دارد به همین سوی که میگوید، یقین دارد، یعنی که از تحت دل میگوید، معناش هم میفهمد. معناش اینه به شما شرح دادیم. پس اون وقتی که مرد به همین ذکر بهشت وارد بهش میشود. نه هر یک کسی که به زبانش میبیارد، از زبانش میگد و دلش در غفلت است، دلش غافل است، فقط به زبان میگد، از او قبول نمیشود. باز حدیث دیگر این همچون دعا هست، ذکر نیست و دعا هست که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم ترکش نمیکرده است. حدیث در امام ابو داود است 5074 و در امام ابن ماجه هست 3871 و در امام احمد است 4785. راوی حدیث عبدالله ابن عمر است که میگوید که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هرگز همین دعاها را ترک نمیکرد هنگامی که بیگاهی میشد و هنگامی که یعنی شام میشد و هنگامی که صبح میشد، یعنی صبح و شام ترک نمیکرد همین دعاها را. دعاها این گونه هستند، میگیم آزیم برای خواندن درست خوانید. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خیلی دعای بزرگی هست، خیلی معناهای بزرگ دارد و خیلی دعای پربرکتی هست که انسان الله میکند بیگاهی و پگاهی. یک بار پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پروردگارش را خیلی دعاهای زیادی میکرد و خیلی در دعاهاش خاکسار و فروتن بود. و در این حدیث صحابی جلیل عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما خبر میدهد که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برای پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم دعاهای بدند که آنها را ترک نمیکرد ابدا، که می گفت هنگامی که بیگاه میشد، یعنی بعد عصر تا شام، وقتی که شام در آمدن، بعد عصر سر می شود تا شام در آمدن، یا که بعد صبح نماز بامداد میخوانی، بعد نماز بامداد میگویی هیچ باکی نداره تا آفتاب برآمدن. پس وقتی که دعا میکنی که میگویی که اللهم انی اسألک العافیة فی الدنیا والآخرة، وقتی که میپرسی که عافیت از الله در دنیا و روز قیامت. عافیت چی معنا دارد؟ عافیت این کلمه است که در برگیرنده چی است؟ در برگیرنده ای که الله تو را ایمین نگه می‌دارد، ایمین نگه داشتن بنده و دفاع از او از هر یک بدی، از هر یک سختی، از هر یک بلا و تندرستی و سلامتی از همه بیماری ها و بلاها، که این عافیت چی است؟ سلامتی و تندرستی است، ضد بیماری. وقتی که میپرسی که عافیت در دنیا
در دنیا به همین معنا میبید. به چی؟ وقتی که در دنیا میپرسی معنا دارد که در دنیا چی را؟ در دنیا ای عافیت از فتنه ها، عافیت از بیماری ها، از بلاها، از مصیبت ها عافیت میپرسی. وقتی که آخرت میگویی ای نجات میپرسی که الله تعالی نجات دهد از امتحان عذاب دوزخ، نجات دهد، هم در دنیا و هم در چی؟ روز قیامت. باز میپرسی که اللهم انی اسألک العفو. عفو به معنای چی است؟ عفو به معنای مغفرت و بخشایش، ای گذر کردن از گناهانت و که الله تعالی روز قیامت جزا ندهد. همین عفو که الله عفو است، نامش عفو، ای بخشاینده، گذر کننده از گناهانت، پاک کننده گناهانت. که تو میپرسی که چی ده؟ عفو در چی؟ در دین و دنیات. پس میپرسی که اللهم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین و دنیای. من تو را میپرسم از چی؟ از عفو، از بخشایش و گذر کردن از گناهام، و عافیت. عافیت گفتیم در چی؟ در دین من و در دنیای من. یعنی هر دوش میپرسی، جمع میکنی بین عافیتین، عافیتی دین و دنیا. برای تو به این هر دوش نیاز داری. پس هر آینه نجاتی تو، کامیابی تو در همین است. یعنی تو طلب میکنی چی را؟ طلب میکنی عافیت، ای سلامتی را و پرهیزکاری را از هر یک چیزی که برای تو ضررت میرسد. در حدیثی آمده است که عباس عمکی پیغمبر صلی الله علیه و پیش پیغمبر میبرد صلی الله علیه و میپرسد ای رسول الله، مرا آموزان چیزی را که من از الله بپرسم. مرا یاد بده که چیزی که یک چیزی که از الله بپرسم. پیغمبر چی میگه؟ سل الله العافیه، بپرس از الله عافیت. بعد چند روز گذشت و باز آمد با گفت که مرا یاد بده، آموزان یک چیزی را که از الله بپرسم. پیغمبر چی گفت؟ ای عباس، ای عمکی رسول الله، سل الله العافیت فی الدنیا والآخره. از الله بپرس عافیت در دنیا و آخرت. با تکرار کردیم بارا. حدیث دیگری که مردی پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، گفت که ای رسول الله، کدام دعا بهتر است؟ پیغمبر چی گفت صلی الله علیه و سلم؟ تسأل ربک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. گفت که بپرس الله عفو و العافیت در دنیا و آخرت. باز پگاه آمد، ای رسول الله، کدام دعا بهتر است؟ باز پیغمبر همین سخن گفت. باز سیم روز باز همین سخن گفت، ای بپرس پروردگارت عفو و العافیت در دنیا و آخرت. برای همین وقتی که ما میگیم که اللهم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای، وقتی که ما میپرسیم الله که از چی؟ از عافیت در دین. در دین وقتی که عافیت میپرسی چی معنا دارد؟ ای طلب کردنی وقایه. در دین وقتی که ما عافیت میپرسیم، ای در دین این چی است؟ این وقایه هست، ای پرده و سلامتی از هر یک آن چیزی که در دین ما خلل میرسد، در دین ما ضرر میرسد و رخنه میکند در عقیده ما. از همون تو الله عافیت میپرسی، از فتنه ها، از گمراهی ها، از شبهه ها، از همه نمودی شهوت ها تو عافیت میپرسی در دین. الله تعالی عافیت بخشد از همه همین بدی ها. وقتی که در دنیا میپرسی عافیت، در دنیا میپرسی این چی است؟ طلبی سلامت، تندرستی، صحتی، امینی از هر یک چیزی که بنده را ضرر میرسد در دنیاش، و مصیبت ها و بلاها و فتنه ها و سختی ها و همه چیز. وقتی که عافیت در آخرت میپرسی روز قیامت این چی است؟ طلب کردن نجات و کامیابی و وقایه و پرده از احوال روز قیامت و از سختی های روز قیامت و از غم و اندوه روز قیامت، از عقوبت هایی که در روز قیامت هستند که آغاز می شود از جانگدازی، از عذاب قبر، از ترس بزرگی که روز قیامت می شود، از صراط، از عذاب دوزخ. از همه این بین یک دعا چی در بر می گیرد؟ چه دعای در برگیرنده و شامل است. بعد این باز چی میگه؟ اللهم انی اسألک عفو والعافیت، عفو کردن در دین، ای بخشایش گناهان، و در دنیا و در اهلی و مالی، ای در اهلم، در خانواده ام. همین گونه که تو عافیت برای خانوادت میپرسی که آنها را هم الله عزوجل از فتنه ها حمایه کند، نگاه دارد، از بلاها، از سختی ها، از مصیبت ها نگاه دارد. اهل خانوادت همشه، فرزندات، همسرت همشه، خیشتبارت. اما وقتی که میگوی که اهلی و مالی و همچون مال خود را تو
عافیت میپرسی از الله در مالت که الله مالی تو را از غرق شدن، از سوختن، از دزدیدن نگاه دارد. از همه همینها مالی تو را نگه دارد. باز پیغمبر صلی الله علیه و آله چی میگوید در حدیث؟ فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. هیچ کس داده نشده است بعد یقین بهتر مگر از عافیت. یعنی انسان، پیغمبر چی میگه که یقین اول یقین است و بعد عافیت است. اگر الله به تو یقین داد و عافیت، یعنی معنا دارد که به تو همه چیز داد. پس باز چی میگوید؟ باز میپرسی که اللهم استر عوراتی. دعا میکنی که الله ستر کند عورتی تو را و آن چیزی و هر یک چیزی که تو را بد میرسد نشر شدنش. یعنی تو میپرسی که الله آن چیزی که بد میرسد نشر شدنش، تو از همون الله میپرسی که چی؟ امور را ستر کند برای تو. چیزی که از مردم پنهان است تو دعا میکنی که الله هم را ستر کند. از چی؟ از مردم ستر کند. چی چیزایی که بین تو میشود در خانوادت، همون الله ستر کند. دعا میکنی که الله ستر کند از همه عیب ها، از همه چیز. باز میگویی که و آمن روعاتی. آمن ای مرا همون ترس و بیمی که من دارم، همون ترس و بیم از من دور کن. مرا با من آرامش عطا فرما، ایمنی را عطا فرما از هر یک چیزی که مرا به ترس و بیم میبرد. آمن روعاتی. آمن ای در ایمن بدار هر یک چیزی که مرا ترس و بیم میبرد، که من از هیچ چیز نترسم. باز میگویی که اللهم احفظنی من بین یدی. ای الله مرا حفظ و نگه دار از پیشم و از پسم، پیش و پس، و عن یمینی و شمالی، و از دست راست و چپ مرا حفظ کن از همه بدی ها و فتنه ها، و من فوقی و از بالایم. بین از همه جهت دعا منی که الله تعالی از همه جهت حفظ و نگاه دارد، که از یگان طرف، از یگان جهت به تو یگان مکروه و بدی و مصیبت نیاید. پس وقتی که تو الله که پرسیدی از با یقین که الله تعالی حفظ کند، از تحت دل الله تعالی همه وقت حفظ میکند. و باز میگویی که و اعوذ بعظمتک، پناه میبرم به بزرگیت. ای به بزرگی الله پناه میبری و حمایه میجویی، به بزرگی الله پناه میبری، به قوت او، به قدرتش. ان اغتال من تحتی، که از تگ زمین مرا فرو نبرد، از تگم یا که از زیرم مرا و اهل مرا فرو نبری. معنا دارد که ای مرا از زیر پایم و اهلم را به هلاکت نبری. برای چی؟ برای همون سختی های بلاها و بدی هایی که می آید از زیر پام که می آید، الله مرا از زیر پام هم نگه داری از همه جهت. تصور میکنید چه دعای بزرگ است که دعا میکنی که الله تعالی از همه جهات را نگه دارد و هیچ ضرری و مکروه و بدی و بلای و فتنه از یگان جهتت، از یگان پهلویت نآید. دعای بزرگی است برادران گرامی. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله.